ای بابا. بله من سر جالیز داد میزنی. بله بیا در باز کن. میرم دیگه نمیام ها. در بازو بیا تو. بازه. ولی انصافا ترسیدی یا اونجور که شما در زدی اگه در خونه منم میزدی منم میترسم آقا رضا. شرمند. دایی شما اینجا بودین؟ ببخشید خوب هستین؟ گند زدی دیگه نمیخواد جمعش کنی دیگه. شیرین زبونی نکن. دایی توه مگه؟ پول شارژ همیشه به من میگه دایی ها. آیه امیرعلی خان یه لحظه. شما داری این که میشماری؟ 10 تومنه که. چقدر باید بشه؟ 20 تومن هر واحد. نه شما دو نفر کم. فهمیدم. بله. آره. وای من حسابش درست میشه. بله به بابات اعتماد دارم به تو اعتماد ندارم. اون سر حساب کتاب با من شوخی نکن میدونی که قاطی میکنم. امیرعلی اون پولی که من بهت دادم شما بله این اینجاست. 2 تومن شما کمتر دادین 18 تومن. خیلی خوب. ببخشید داییم هستین ولی اینجا دیگه شرمنده. حساب کتابی هم داره. 20 تومن واحد آقای رحیمی. 20 تومن واحد آقای حسینی. این 20 تومن واحد. بعد میگن استهلاک پول چرا اینقدر تو کشور مزیبه؟ چند بار میشماری تو امیرعلی این پولا رو؟ مسئولیت سنگینیه. میخواد مطمئن باشه اشکال نداره که. بعد میخوام اشتباه نکنم. بعد توضیح بدم به تو. بعد نیستش. یه بار، 2 بار، 3 بار، 100 بار داری میشماری امیرعلی. آقا میخوام اشتباه نکنم. بعد میخوام مطمئن شم. پولا اشتباه میشه باشه. پله ها چی؟ هی دم به دقیقه میشماریشون 100 بار میریم یا هی بازم میشماری. اونا میخوای اشتباه نشه؟ امیرعلی مگه تو هر وقت میری پایین میای پله رو میشماری؟ بله. میترسه فکر کنم اونا رو هم دوز ببره. نه خیلی میترسم یه روزی برقا رفت بدونم کدوم پله هم چند تا مونده. هی نخوام پامو اینجوری بکشم کف ببینم که چه خبره چند تا پله. یه بار نه که چند بار. چیکار کنم؟ اینجوری مطمئن‌تر، اینجوری راحت‌تر. بله. دایی به نظر من این وسواس گرفته. نه بابا وسواس گرفته. همین فقط به خاطر پله میشماره. اما دایی پله میشماره، پولا رو 100 بار میشماره، همه چیز میشماره. اصلا ندیدی؟ چیه؟ این الان امیرعلیه. این گوشیش تو جیبشه ناکن. گوشیم کو؟ گوشیم کجاست؟ تو جیبمه. یه دقیقه بشین تو. یه دقیقه بشین. اینا به هم میگن وسواسی. من وسواس دارم. میخوام مطمئن شم. اینا رو میشمارم که مطمئن شم. این چرک کف دست چیزی نیستش. ناراحتش. بله. بابا وسواس نیست. شما میگین وسواسه. من اینا رو میشمارم مطمئن شم. شما 2 تومن کم دادی داییا. خیلی خوب گفتی همین که هی تکرار می‌کنی. نه اینجا نوشتم خیالتون راحت. دایی این وسواس نیست دیگه. نه اینو چی میگی؟ دیدی چه جوری با موبایلش رفتار میکنه وقتی موبایل تو جیبشه؟ نذاشتی سری قبل بگم میگم این دفعه. این امیرعلیه، من امیرعلی ام. داریم موبایلم کو؟ اینجاست. یه بار. بله. موبایلم کجاست؟ 2 بار. نمیدونه. موبایلم کو؟ تا موبایلشو پیدا کنه بریم برگرد. بله. این 3 بار. این چی اسمش؟ سکوت کن. وسواسه دیگه. بابا این که شما هی دنبال موبایلت میگردی وسواسه. وسواس اونایی اینکه دست صورتشون میره الکی میشورن. مثل مادرم این آقا رضا که اینقدر دستش شسته پوست دستش رفته. اون وسواس نیست. اون تمیزی زیاده. نه این وسواس زیاده. صبر کن. ببین آیا امیرعلی اون یه جور وسواسه، اینم یه جور وسواسه. هر دوش وسواسه. این کارو من برای اطمینان بیشتر میکنم. من مسئولیت پذیرم. برای اطمینان بیشتر دارم اینا رو میشمارم. اون موبایل من برای اطمینان مسئولیت دارم. یکی جواب اس ام اس ندادم. بذار من یه چیزی بگم در مورد وسواس. ببینید آقای امیرعلی، آقای رضا، وقتی که شما یک کاری رو به هر دلیلی هی تکرار بکنید، به دفعات تکرار بکنید، حالا مثلا ممکنه شما از نتیجه کارت راضی نیستی، میگی نه خوب نشده میخوام بهتر انجامش بدم، یا مثلا هی میگی که شاید دیگران نپسندن کار من رو، هی دوباره انجامش میدی که مثلا بهتر انجام. این که شما به دفعات یک کار رو انجام میدی میشه وسواس. حالا در هر زمینه شما دنبال موبایلت بگردی، هی پولا رو الکی بشماری، پله ها رو بشماری، نمیدونم دستورات تو بشوری. به خدا اگه فهمیده باشه دایی. نه اگه یه بار دیگه بگو چی گفتی. لیلی خیلی بدتره وضعش، که اون از من وسواسش بیشتره. مگه چی شده؟ دخترم ما هم وسواس داره. بله میتونی زنگ بزنی خودش بپرسیم. لیلی؟ بله. موبایل تو بده. من شارژ ندارم. موبایل تو بده. دایی شرمنده.
شارژم تموم شد. تو که یه 12 هم داری که یه 12 داره. اون مزاحم داره بده. خاموش کرد. بده من یه زنگ بده اون 12 تا بده من یه زنگ بدم به لیلی. خودت می‌بینی شارژ نداره بده دیگه. این 12 دا این دو تا سیم کارت میخوره حواست باشه. دیدی 912 همشو خود آقا. من فکر می‌کنم این موضوع دخترمو از تو هم هات‌تر باشه. بابا مراقب باشه به خواهرم چی میگه. دخترمو یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن. آیا امیرعلی جان بله این لیلی خانم آخرین بار کی رفت چکاپ؟ آخرین بار 3 ماه پیش بود تقریبا. آها شب تولد نگین بود دیگه. قبل از اینکه بیام اونجا رفت جواب آزمایشش گرفت، بعدم رفتیم کادو خریدیم. آره تولد نگین. اون که همون 3 ماه میشه دیگه. 3 ماه پیش. تولد نگین منو دعوت نکردین دایی؟ دست شما درد نکنه. ببخشید کی اومد این کیک همچین قلمبه خورد کادو هم نیاورد؟ تولد نگین بود؟ نه تولد من بود. خب مرسی. عادت کردی بری کادو نبری دیگه قاطی می‌کنی تولد. حالا از این صحبت‌ها بگذریم. 3 ماه پیش تا الان یعنی یک بار دیگه رفته چکاپ، نکنه مشکل براش پیش اومده؟ چه مشکلی دایی؟ از اول سال تا حالا 5 بار رفته. 5 بار رفته چکاپ؟ بله بله. خواهرم میگفتا من باور نمی‌کردم. یعنی هی میره چکاپ برای اینکه یه وقت مثلا مریض نشه؟ مریض نشده باشه؟ بله بله. خیلی بده. میگفتش این لیلی هی میگه که من ممکنه مریض شم. من فکر کنم اصلا داره شوخی میکنه، پس خیلی گذشته. اینا اصلا نشانه‌های خوبی نیست آیه بله. امیرعلی خان. اینا اصلا نشانه‌های خوبی نیست. یعنی اینکه شما و لیلی خانم اگه همین الان نتونید جلوی این مواردی که دارید رو بگیرید، بعد برید پیش روانپزشک. راهش همینه فقط. آخه این تو صف این جلوتر از ما باید بره دکتر. بنده خدا دیگه از شوخی دست نکن. رفت. شوخی آخه، نکن. سن آرزا و سال. این حرفا چیه؟ همه ماها بعضی وقتا یه مشکلاتی برامون پیش میاد که باید بریم پیش روانپزشک یا روانشناس. اصلا چیز مشکل داری نیست. بیماری‌های روانی اگر از بیماری‌های جسمی خطرناک‌تر نباشن خیلی بهترم نیستن، یعنی خیلی مشکل ساز میشن. یعنی تاثیر روان در جسم و جسم بر روان، هر دو این دوتا بر هم تاثیر میزنن. پس از همین الان مواظب باشین، حواست به من باشه. بله. یه بار دیگه این جمله تو اگه تونستی از اول بگی من بیماری‌های نه عین همونو به شرطی که بگی. خب یه جور دیگه دارم میگه چه فرق؟ بیماری‌های روانی در جسم تاثیر میذارن، بیماری جسمانی در روان تاثیر میذارن و این اصلا مشکل نداره که ما بلندشیم بریم پیش روانپزشک. هم حال کردی گفت. ولی اینا هیچ دلیل نمیشه که تو نری روانپزشک. ای بابا موضوع تویی یاد رفته دوباره. این اصلا اشکالی نداره. صبر کنی. چرا میترسی بابا؟ کجا رفتی تو؟ اقدام کمک خواستن از افراد آگاه و متخصص در این زمینه است. کاهش استرس ها، اضطراب ها و مقاوم سازی فکر و جسم نوجوان از بهترین این کار هاست. یعنی چی این چیزایی که با این داد و بیداد گفت؟ خب این اشتباه کن. آیا امیرعلی یه مقاله علمی درست حسابی رو اینجوری نمیخونن. این یه جوری میخونن که متوجه بشن، شنونده متوجه بشه. یعنی اینکه بهترین اقدام کمک خواستن از افراد آگاه و متخصص در این زمینه است. کاهش استرس ها، اضطراب ها و مقاوم سازی فکر و جسم نوجوان از بهترین این کارها. فهمیدی یعنی چی؟ بازم نه. ببین مثلا امیرعلی اگه این ناراحتی ها، استرس ها، فکرهای الکی رو بریزه دور، کاراشو چند باره انجام نمیده. مثلا شما چرا هی پله ها رو میشماری؟ گفتم دایی واسه اینکه اگر برق رفت بدونم کجا هم چند تا پله مونده نخورم زمین. خب حالا مثلا برق بره شما رو پله ها باشی چه اتفاقی میفته؟ سخت میشه دیگه. هی باید پامو اینجوری کنم بعد ببینم کجا یه پله بمونه. سخت میشه. خب حالا شما این همه شمردی چند تا پله است؟ چند تا پله است؟ 100 بار میشماری. میدونستم الان میگم. بیا 8. بزنین بشمارم الان میام. صبر کجا میره؟ 8 تا. بیا اینجا 8 تا. بیا من یه بار شمردم. بیا بش. 8 تا؟ بله 8. این 8 تا نه کم میشه نه زیاد میشه. یعنی صبح 8 تا، ظهرم 8 تا، نصف شبم 8 تا. اگر برق برم 8 تا. آقا رضا حواست اینجا. گناه داره آخه. یعنی شما نگاه کن، گوش بده به من. این 8 تا نه کم میشه نه زیاد میشه. پس این نگرانی که کار بکنم بره حالا من چی کار بکنم بیز دور. هم 8 تا. کاملا منطقیه. موافقم. بخونم بقیه‌اش. بقیه‌اش بخون. نوجوان بهتر است که خود را باور کند و اعتماد به نفس خود را تقویت کند. یه همون چیزی گفتم.
و تردید، دودلی و شک را از خود دور کند. با اطمینان کامل کارهای خود را انجام دهد و در برابر وسوسه اینکه آیا کار خود را صحیح انجام داده یا خیر مقاومت کند. ببین مثلا شما این پولا رو قرار بوده بشماری، از همسایه‌ها تحویل بگیری. شاید مثلا از ترس اینکه، چون داماد خودمون رو میشناسم دیگه، بابای شما میشناسمش دیگه، از ترس اینکه یه وقت مثلا حالا 1000 تومن اینور اونور بشه، هی سرکوف نزنه به شما که یه کار بهت سپردم اشتباه کردی، از ترس این حالا 100 بار اینا رو میشماری. در صورتی که این پول یه مقداریه، شما شمردی دیگه، درسته؟ بله. این مقدار کم یا زیاد نمیشه. شک نکن به خودت دایی جان. یعنی شما میشماری آقا این شمردی، این چقدر بود؟ 18. تموم شد. به منم گفتی، اونو جدا کردم، اون 18 تا شماست که 2 تومن کمه. الان همینو دارم میگم. شما اینا رو داری میگی که من یادم بره. نه دایی جان، شما 2 تومنتون رو باید بدید. دایی جان وقت نذارید واسه این. اثر نمیکنه. فقط ببینید چه شما، چه لیلی خانم، چه من، چه هر کسی، این مخصوصا این وسواس، چون یک بیماریه این وسواس، اگر نتونید اینا رو از بین ببرین، بعد بریم پیش روانپزشک یا روانشناس و این اصلا اشکال نه. یعنی اینجوری با قضیه برخورد نکنید که ما چرا باید بریم پیش روانشناس. خب روانشناس برای همینه. من هم که مشکل پیدا میکنم میرم پیش روانشناس. یعنی لازمه، یعنی هر نفر باید اصلا این وضعیت رو داشته باشه. میخوای خودم ببرم پیش روانپزشک؟ به شوخی نگیر. نه جدی میگم. دلم واسه موبایلم پسرم عمومه دیگه. موبایلم امیرعلی تو جیبته. اینجا تو جیبته. نه نیست موبایلم. فکر کنم به موبایل من عادت کرده. بذار موبایل خودم بهش بدم. بیا. میشه ببخشید من باید یه موبایلی تو جیبم باشه، شرمنده. ببخشید. امیرعلی جان یه وقت من میگیرم از این دوستم، با هم دیگه میریم. ببین مشکل کجاست. خب وقت مسخره‌ام نکنم. نه چرا مسخره؟ این مشکلیه که خیلی‌ها ممکن داشته باشه، اصلا اشکال نداره. الان چیه دوباره؟ الان چی شده؟ خیالم راحته. مثلا دوباره موبایلم بگردم. تو موبایل نداری. بابا هیچ وقت واسات موبایل نخرید. همش توهمه تو کل زندگی. به جای این کار باید این دو تا